در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نوار ویدیویی توی دامادی و عروسی نشر گردید که در صحن حولی خانه استقامتی یک مرد روزگار دیده اشتراکچیان توی را با الفاظ قبیح و غیر اخلاقی دشنام داده بر روند معرکه خللی جدی رسانیده و نسبت به جمعیت به احترامی ظاهر نموده است. نوار مذکور اعتراضهای استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی را عاید به خللدار نمودن شادی و سرور یک عائله به وجود آورد. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای ضروری معین کرده شد که این نفر شهروند عثمانوف عبدحنان برهانویچ سال تولدش 1972 ساکن جماعت دهات مهنت‌آباد ناحیه کوشانیان ولایت ختلان بوده است. نام برده به حیث امام خطیب در سراغه ذکر شده کار و فعالیت می‌کرده است. خرافات پرستی و گمراهی و تقلید کرکرانه سبب خلل رسانیدن به معرکه و سخنان قبیح غیر انسانی زدن شهروند عثمانوف عبدحنان گشته است. نام برده با شنیدن صدای موسیقی به خانه استقامتی برادرش عثمانوف عبدمنان وارد شده توی دامادی و عروسی برادرزاده‌اش عثمانوف ابوبکر را که با اشتراک 60-70 نفر مهمانان برگزار می‌گردید ویران نموده با سخنان تحقیرآمیز اشتراکچیان چهاربینی را از خانه رانده است. طبق نشانداد عبدحنان عثمانوف او برادرزاده‌اش را آگاه کرده بوده است که توی را با موسیقی نگذرانند، تنها با راه اسلامی یعنی نکاح مسلمانی کافی است. زمانی که او بزم موسیقی را دیده است به غضب آمده خود را اداره کرده نتوانسته است. در حقیقت قسمانی شدیم، خیلی بخشش میپرسیم یا خطایی کردیم، خیلی امید است که خطایی ما را اصلاح میشود. نام برده با این کردارش حقوق و آزادی‌های برادرزاده‌اش را محدود نموده به جمعیت به احترامی ظاهر کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت عبدحنان عثمانوف از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان چاره‌های مأموری تطبیق کرده شد.